پسر خوشگل چشم عسلی هم همون بوتن قشنگ خونه مادر بزرگم که اول اسمش برفی بود، ولی چون ما هم برفی داشتیم هم سفید برفی داشتیم اسمش نوشتیم هود. یه پسر خوشگل دوست داشتنی، چند بارم برای واگذار گذاشتنش ولی خب کسی نخواستش. بیرون نمیتونه زندگی کنه، تعادل نداره، مثل برای اعصاب نداره، ولی خیلی مهربان و دوست داشتنی. هما خانمم که همچنان در حال تمیز کردن خودشون هست. و ایشون هم بام شاده بد اخلاق. این آقا پسر بد اخلاقا که میبینین بام شاده. آقا بام شاده که یادتون هست با چه وضع خرابی، کثیف، لاغر، 2 پای زخمی و خشن اومد خونه مادر بزرگه. یه پاش که خب متاسفانه قطع شد، اون یه پاشم حسی نداره ولی خب دنبال خودش میکشه. اولم که تو قفس بود تا زخماش خوب شد، چاق شد، تمیز شد، توپل شد، ولی همچنان بد اخلاق. حالا چند روز دیگه از تو قفس اومده بیرون، قاطی بچه ها تو دوشکچه میخوابه، دستشویش تو خاک میره، خوشگل تمیز. یه پسر دارم شاه نداره.